نه اینو نمیخوام اینی که میخوام چجوری سرکه نمیخوام بدتر میکنه یه جوری حالت. ماست و ریحون من فکر کنم نخوردم هیچ وقت. من تا حالا ماست و ریحون مثلا چیپس چاکلت بوی خوبی اصلا نمیده. شایان چیپسای تاریخ مصرف گذشته واسمون فرستادی؟ سیستم چیه؟ انقضاش 9/3/1401. ولی خوشمزه است. بوش خیلی بد بود ولی مزهش خیلی خوبه. چجوری این بوش بد بود مزهش خوب بود؟ کلا تو بو عقبیم. یه تمزه دوستی داره. یه تمزه‌ای داره که دوست ندارم. آقا نظر منو گوش بده. بگو. من عادیاً چیپس سرکه اصلا دوست نداشتم. خب آره. ولی در کنار این سرکه رو ترجیح میدم. هر روز. چون که این یه مزه مصنوعی میده. خیلی نه مصنوعی. بوش هم معلوم بود. میخوای امتحان کنی؟ آره مثلا شاید ماها دیگه واقعا تو هم نظرتو بگو. چیز غذاییمون ازش همون بعض اغلب دیگه اصلا چیز شد. چه خراب شد. میفهمی اولش خوشمزه‌اش بعدش کاملا ریحونه دیگه. کامل تهش مزه ریحونه. اون تلخی که ما دوست نداریم تلخی. البته خیلی به این بسته داره که چاکلز بخواد اسپانسر ما شه در آینده یا نه. اگر بشه که این بهترین چیپسی که من زندگیم خوردم. اگر که اسپانسر ما باشی من روزی 2 تا از اینا میخورم با ریحون. خب بیا رای بدیم. 3 2 1 سرکه نمکی. یه ذره تنده. بابا تنده برای من. آره بابا. از هیچ مزه‌ای نمیداد. شما مال من جای بدون ادویه‌شو خوردی. یا قشنگ تنده. بخور. واقعا تندیشو نمیفهمی؟ نه بزن پر بدن. پنیر دودی. من خوشم نمیاد. پنیری تو آخه تو آدم پنیری هستی؟ من عاشق پنیرم. آدم پنیری؟ نه پنیر دوست داری؟ خیلی. ولی مزهش خیلی مصنوعیه. دودی بودنش دوست نداشتم اصلا. ولی خود تکسچر این چیپسای که تل و مزه که سفت‌تر هستن خیلی بهتر. مثل چیپس سنتی ترن خیلی بیشتر از این چیپسا دوست دارم. خب نظر تو چیه؟ دودی پنیر. واقعا من نظرم فلفلیه. منم؟ آره. شما پنیر دودی نخوردم هیچ وقت. من خب تند و آتشین رو بیشتر دوست دارم. منم تند و آتشین رو بیشتر دوست داشتم. میره بالا. مرحله بعدی دلمزه فلفل سیاهو که 19440 نفر داشت رای دادن. آفرین. باید مقایسه کنین با مزمز کچاپ. من جفت اینا رو خیلی دوست دارم. 14640 نفر داشت. میشه در مورد پکیجینگ اولین صحبت کنیم؟ حتما از پکیجینگ اینو من دوست دارم. منم پکیجینگ دلمزه خیلی خیلی حالت سنتی خوشگلی داره. دلمزه. آره اینو خوشم اومد. از مزه بیشتر میچسبه. یعنی تو مغازه که داری میگردی بین چیپس این یو چش آدمو میگیره. من ایرانم بودم واقعا اینا چش آدمو میگیره. فاست فود شروع کنیم از اینکه بعد مزه تره. تو میخوام تهش مزه خوب بمونه تو دهنم. چه چیپس کوچیکی تو افتاد. هر بار میخوام تعجب میکنم. هر بار اینجوری مگه میشه اینقدر قارچیو انگار دو تا قارچ گنده خام اینجور کردم تو دهنم. با خامه. میذارم رأیمون به اینه. 100% خدافظ. تا الان رأیتون مثل بچه‌ها بوده. خب الان باید مزمز تند آتشینو با دلمزه فلفل سیاه با هم مقایسه کنیم. هر کدوم شروع کنیم؟ دلمزه. خیلی اینو دوست داشتم. از نمکیه خیلی بهتره. خیلی چیپس با کلاسیه. آره قبول داری؟ فلفل سیاه. خیلی شیکه. انگار تاکسیدو پوشیده. آره باریکلا. اینو میتونی من یعنی اگه یه مجلس خیلی شیک اینو میتونی ببری با خودت. اینو با خودم میبردم اونجا. اینو میخوام گفتم عجب کوروچ با کلاس میبینی؟ آره مثلا اینو بذاری یورو فکر ته تریپه. ولی یهو مثلا قارچ و فلانو بذاری نه قارچ فلان نیست.
همش رو فهمیدی. ماراکوجا. پودر چیه ماراکوجا؟ پودر آب میوه ماراکوجا، شربت ماراکوجا. پودر شربت ماراکوجا. نصف نمره رو تا الان میتونم بدم. یعنی چی پودر آب میوه ماراکوجا؟ آب میریزی توش حل میکنی میشه آب میوه. شربت. خب نصف نمره رو بهت میدم. یعنی چی نصف؟ یعنی که طعمو درست گفتی ولی اینکه پودر چه چیزیه رو اشتباه. پودر آب نبات ماراکوجا. باش آب نبات. نه؟ آب نبات مگه میشه درسته با پودر؟ از آب نبات. تا 5 ثانیه بهت فرصت نه که فکر بکنی. 5 یه پودر دیگه است. 4 3 میذارم توی اشار 2 ماراکوجا. ژله. ولی ماراکوجا رو بله خیلی خوب حدس زدی داداش. قوی بود واقعا. تنها میوه‌ایه که تنها ولی من میوه میگیرم گفتم پودر کیک ماراکوجا. کیک ممکنه تو ژله بزنم میگی به پس چی کیک خوشمزه ای. من اینو بگیرم نمرشو. نصفشو میگیری. نیم. بچه‌ها یکی خوشمزه ترین میوه‌های دنیا. تنها میوه‌ای هم هست که تو میوه‌های برزیلی اسمش رو بلده. صدا پاکت میده. تو هم سرویس کردی ما رو. صدا پاکت میاد، صدا فیلم میاد، صدا بما میاد. یارش غذای سگ که نه آقا گیر دادی یا آخه همه تو این ویدیو غذای سگ خریدن. یار این چیه؟ ها اپیزود بعده بگو بالا. نه بد نیست. چونه بالا خیلی هم خوبه. خاصیت هم نمیخوای آب بخوروش. کنجه دونه است. نه بابا دونه مرغه. غذا سگ که ولی غذا گربه که میتونم. کاملا بدون مزه است. سرشار از خاصیت. انقدر خاصیت داره که باور نمیشه. شادونه؟ قبل از اینکه شادونه مگه برای چیزی نیست؟ تریاک نیست. غذای کفتر. آفرین. دونه غذای کفتر چی اسمه؟ پاشو چیک چیک کن راه برو. ارزن. آفرین. همونه؟ پشمام باز از کجا فهمیدی؟ قبلا ارزن بهت دادن؟ بگو آره یا نه؟ نه. حالا میتونی چشتو وا کنی بیادش کنی. بابا وایستا عشقم یعنی ارزن. چیا؟ آفرین. چیا بود؟ چیا بود؟ ارزن چرا؟ قبلا از کبوتر کسی بهت داده؟ بوده ها حالت هنوز داری میخوام آب روش پیدا آخه چیا کنی؟ اصلا مزه نداره. آره. قشنگ انگار غذای کفتر خوردید. از 2-1 من چیزای باحال دارم. همون سوسیسه. آفرین. یه دقیقه بده. نمیتونم بدم. عشقم این چه سوسیس زهر ماری بود. گوشت خر میده. بدمزه ترین احساسا گوشت 5%. تو رو قرآن یه دقیقه بخور. نه آقا حساب کن. یه ذره نه بخور. قشنگ مزه سوسیس میده. عشقم مزه سوسیس میده. میفهمی میخوری سوسیسه. آها این سری سساشون هم رو پیتزا میریزن. شرتکیا از اوناست. خیلی بده این. چرا اینجوری له. آره وا کردم اینجوری شد. وای نگاه کن چیا دارم نخوردم. چرا؟ ارزون ترین سوسیس رو رفتی برداشتی؟ دیگه من به قیمتش نگاه نکردم. فقط بودم این سس. سوسیس پنیریه. خب مزه پنیرم نمیده. چرا؟ لرته شرتکی. وای تو رو قرآن اینو ببر نشون بده به دوربین درست. نشون دادم. آماده ای؟ آره. نمیبینی؟ نه خدا جون پاردا نبین چون به جون تو میشه. میگم. یه دقیقه واسه چشتو باز نکنی یا باشه؟ کنسرو بود. صدا درشو شنیدم. جدی باز نکن لوس میشه باشه؟ صداشو شنیدم. نمیبینی که نه؟ چیکار نمی‌کنی؟ الان خون بو کن. نمیشه که یعنی چی؟ کیا نمیتونی لمس کنی با لبتو بو کنی دهنتو باز کن میره تو دهنت مستقیم جزن خیلی آسونه. چی دوست داری؟ چی دوست داری؟ چی دوست داری؟ چی دوست دارم؟ شیرینی چی دوست دارم؟ یه خود آره اون غذای معروفی که قولش رو بهم دادی یه نصرت حرفه‌ای. ایشالله هر وقت اومدی ترکیه میبرمت نصرت. روز اولی که اومدی ترکیه میبرمت. ردیفه ایشالله به زودی یه نصرت شیرینی ماشین و خونه و دیگه همه چی. حتی یه نصرت که نه 10 تا نصرت. ایشالله عزیزم حتما رو چش مایی. باشه عزیزم حتما رو چش مایی. عشق مایی داداش. پاک خواهتم. قربونت فعلا. خدا ببینم عزیزم. خدا چی گفتی واسه میگم چش مایی رو کردم کجا میخواست من ببرد
اونجا که گفتی چی پوشیدی داشتم گفتم چی دوست داری چی پوشیدی. جدی؟ آماده یاری که اکسه؟ به کی زنگ بزنم؟ میخوای پارسالی پا اول بگی؟ ها؟ اول پارسالی پا بگی بله کن بله کنم؟ تو بگیر حالا برداره سلام خوبی؟ اصول چرا شبیه رادیو حرف میزنه؟ کجایی دلم سلام خوبم تو خوبی؟ کجایی نمیای دستشویی؟ چی میگی؟ دستشویی بگو چیکار جون کردی؟ منی. چی شده؟ بگو جون منی اصول نمیای دستشویی کونه من کونه من گرفتمه؟ رفتی چرا؟ بگو جون منی جون منی کونه منی اصول چی میگی؟ بگو میای جون بریم منی پایین غذا چیه؟ بخوریم الو میای بریم بالا غذا بخوریم پایین غذا بخوریم بریم پایین غذا بخوری؟ خب چی میگی احمد؟ بگو نه پس پایین بریم غذا پایین بخوری، فوتبال بازی شونه کنیم منی، نمیدونم. بگو خونه نه منی. بریم پایین پس فوتبال بازی چی کنیم میگی؟ نه میریم با فرشاد غذا فروشی غذا فروشی؟ تو تازه به دنیا اومدی غذا فروشی چیه؟ بگو منم میای یا میخوام نه برم موبایل فروشی بیا تا داغه امیدوارم جواب بده هیچ وقت جواب نمیده هلو آریا سلام چطوری پیمان؟ چطوری خوبی؟ قربونت مگه دکتری احوالت؟ دوره‌های باشگاه شروع شده؟ بابا دوره باشگاه چی تو بلند شو بیا تمرین دیگه من دیگه نمیام تمرین من نمیام بالا بابا میگم بیا باشگاه میگه نمیام بالا نمیام تمرین نمیام چرا نمیای؟ آها میگم که چیزه من نمیام تمرین دیگه بدنم خیلی خوب شده نمیخوام دیگه خرت از پر گذشت بدن خوب شده دیگه نمیخوای تمرین کنی اوکی الکارنتینم تموم شده القاعده منحل شد آریا چی میگی؟ القاعده منحل شده پیمان شنیدی؟ میگم بیا باشگاه القاعده چه؟ حال نمیکنم اینجا تمرین کنم آریا چه؟ حالا اونو ول کن القاعده رو حال نمیکنم این تو این باشگاه تمرین کنم نمیدونم چیکار کنم حالا میریم یه باشگاهی دیگه میریم باشگاه پوینت اصلا با تو نمیخوام میریم تمرین باشگاه تو کنم مال خوبه؟ با تو نمیخوام تمرین کنم اوه بس اصلیت بگو نمیخوام با تمرین کنم چه کاری هم زنگ زدی؟ دقیقا خیلی میترسم ازت یعنی ما ترسناکیم دیگه دستم در نکنه آقا آریا دقیقاً آره 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 نه با خدا یه آره. روی تلفن کو میخوام آره. میکشم به جون پیمان برو فکر کن سینه نمیزنم ما میگم بیا باشگاه میگه سینه نمیزنم بگو دیگه به زنگ آریا نمیزنم الان داری زنگ نمیزنم دیگه چه نمیزنی؟ ما میگم بیا باشگاه تو میگی نمیزنم نمیام وا ویلا قطع کرد قطع کرد نه بابا گفت دیگه رو این گوشی من زنگ ببین چیزای عجیب غریب بگو مثلا یه جوری نگو که اونجوری هم باحاله که یه چیزی تو به من بگی اون مثلا میتونی اولش رو درست بریم جلو وسطاش یهو مثلا آره. چیز بگی ولی به کی زنگ بزنیم تولد کوثر رو زنگ کوثر زنگ بزنم اوکی ببینم چی موزیک ولی هیچ وقت جواب نمیده کوثر اه. امیدوارم جواب ای جواب بده الو چرا بو کردم عجب خریم نمیدونم چقدر باید بریزم زیاد میریزم که حالا زیاد باشه بهتر از اینکه کم باشه نه اینقدر بسته دیگه حالا آب آتیش کنیم چجوری میشه قشنگ اینه یه محلول اوه گردش پاچید گردش بلند شد رو هوا اینه یک مایع چیزه یک چیز خیلی جادویی اینو میریزیم هم میزنیم سبز میشه وایسید اوه چه بویی داره بچه ها احساس کنم باید بیشتر بریزم همه واسابی ها برای آقای سینا همینجوریش بابا بلند نشو آشغال همینجوریش متنفر از واسابی بعد فکر کنم قراره
با شکلات هم قاطی بشه و چه سمی بشه. هرچی آب میریزم میگه باز باید بریزم. چه وضعیه. خب این قشنگ نگاه کنین ماجیک سبز شد کاملا انگار پسته است، انگار نه انگار که واسابیه. ولی نمیدونم هرچی میریزم احساس کنم کم است. ولی فکر کنم بسته دیگه اونم برای قاطیشه. حالا این چه بوی میده. داداشم رو باز بکنیم. خوشبختانه این دیگه خودش سرخ شده است. معمولا باید تفت بدی. مگه میشه یه همچین چیزی؟ چشم داره میسوزه. اینو معمولا باید تفت بدین دیگه، خودش رو زحمت کشیدن تفت رو برامون دادن. دستش واقعا این برند درد نکنه. اسپانسر این برنامه صافت عبدالله. با چشم داره میسوزه این سگ. بچه واقعا چشم داره میسوزه. نگاش کن. داره برد خودش. برای در بیاره. ساده زیستی از صفات بارز وی بود. خوشت اومد؟ خونه کریسمسی؟ خواستم اینم کادو کریسمس بهشون بدم. گفتم دیگه کادوشون رو جلوتر بدم. کادوی دیگه. آره. آقا مثلا موقع کریسمس نمیگن. خیلی موندن. یه ماه مونده ولی خب. مایکی کادواتو که باز نکردی؟ نه واسه کم جدی. من آدم صادقیم. ببین تو صادقه. این از کادوی اینا فیفی که اصلا اهمیت نداد، براش مهم نبود که براش چیزی خریدیم یا نه. مایکی هم جلوی دوربین یه ذره مسکن. مایکی. ببین تا دوربین الان قطع کنی میره این تو. مطمئنم بالای 100%. خلاص حالا تا بچه‌ها با این خونه‌شون آشنا میشن ما بریم چیکار کنیم؟ چاکلت دبی رو تست کنیم. ما که ندیدیم. من مطمئنم تو درست نکردی. یه ساعت درست کردم اینجا. ما که ندیدیم. تو ندیده باش من درست کردم. ما که اینه ندیدیم. که بچه‌ها میبینن. ما که ندیدیم. برو میریم بابا. مایکی بریم شکلات بخوریم. بیا. بچه‌ها دارن میرن تو. فیفا اومد. او الان نواش نشه. داره این وسط فیفی لیست میزنه. دقت کردی به این مسئله؟ دقت کردی به این مسئله؟ هر جا فیفی رو گیر بیاره مایکی لیست میزنه. فیفی رفت صاحب شد. فیفی تبریک بهت میگم فتحش کردی. مال فیفی شد. آفرین دختر. مایکی که دیر اقدام کرد. مایکی ریدی مایکی. آخه جا نمیشه میشه. مایکی بخواد هر جای خوش جا میکنه. خوشت اومد؟ بچه‌ها من سر این ویدیو 2 دوربین گذاشته بودم که از یه زاویه دیگه هم از سینا ویدیو بگیرم، ولی متاسفانه اون دوربینه اصلا ریکورد نکرده بود. دوبای چیکولا تاسی. نمیدونم چرا همش ترکی میگن. اینو تو درست کردی. من درست کردم. نه اینو کی درست کرد؟ مایکی. وایس اول در بیارم. این نمیدونم چی از من نمیدونم. من یه مشکلی که با این چیز دارم دوبای بیشتر چیکولا ترکیه تو. همون بیشتر به ترکیه میخوره. باقلوای توش. چجوری درش بیارم؟ باش با چای تست می‌کردم. حالا یه تست الان بزن جلو دوربین بقیه‌شو رو. من عاشق شکلات با چایم. تو الان مغز پسته‌ش از کجا آوردی؟ نه این پسته است. اوچ. در آورد. چی؟ اوچ. ولی رنگی زیاد شد. من خواستم اونجوری رنگی دید اینجوری پخش بشه. چرا نگاه کنیم؟ اوچ. دستم مالیش اینا اومد. یه اینجوری جلو دوربین بشکنی. بذار من بشکنم. تو به چیکولا. یه ذره احساس کنم شکلاتش چیزه. نباید یه شکلات دیگه استفاده می‌کردی؟ به بیا حس کن داره زود آب میشه. چقدر چی شد؟